مدل 8 کیلویی Q140 بدون تسمه رو داریم. اولین دکمه پاور هستش، برای خاموش روشن کردن دستگاه استفاده میشه. بعد از روشن کردن دستگاه انتخاب برنامه دکمه استارت استفاده میشه برای شروع برنامه. دور دیسپلی 4 تا دکمه داریم برای تنظیمات اضافه شستشو. اولین دکمه آنتی باکتریال هستش، برای اینکه لباسا عاری از باکتری باشه استفاده میشه. دومین دکمه برای لباسای بسیار چرک استفاده میشه. سومین دکمه پریواش یا معلق نگه داشتن لباسا توی آب هستش. دکمه چهارم دکمه دیلی واش هستش. وقتی من این رو روی 4 بذارم یا رو هر ساعتی بذارم، برنامه رو انتخاب بکنم و استارت بزنم، بعد از اون تایم دستگاه شروع به کار میکنه. 4 تا دکمه پایین دیسپلی داریم. دکمه واش آپشن هستش، یک بار که بزنیم علامت اتو روشن میشه برای ضد چروک کردن لباسا. دکمه دوم رو که بزنید لباسا خیس میمونه، یعنی آب کشی نمیشه. دکمه دوم دکمه اسپین هستش برای انتخاب دور خوشگون از 0 تا 1400 دور. دکمه سوم دکمه رانس یا آبکشی، برای آبکشی اضافه استفاده میشه، از 1 بار تا 5 بار قابل استفاده هست. دکمه تمپراتور برای تنظیم دمای آب هست، از 100 تا 95 درجه. برنامه های شستشو رو داریم. اولین برنامه کتان برای الیاف نخی و کتان با چرک و کثیفی زیاد. دومی برنامه الیاف مصنوعی مثل پیراهن با چرک و کثیفی متوسط. سومین برنامه برای لباس های جین استفاده میشه با مصرف آب بیشتر، یعنی نسبت به برنامه های دیگه آب بیشتری استفاده میشه. اسپورت ویر رو داریم برای لباس های ورزشی که قابلیت جذب آبو ندارن. لباس های ظریف و نازک برای نتیجه بهتر از مایع لباسشویی باید استفاده میشه روی لباس های نازک. برنامه وول رو داریم برای لباس های پشمی و کاموایی. هندواش رو داریم برای شستشوی لباس های بسیار ظریف با کیفیت دستی. برنامه بیبی کر رو داریم برای لباس های نوزادها و اطفال استفاده میشه. برنامه بعدی برای لباس های مشکی استفاده میشه. برای لباس های روزانه استفاده میشه که چرک زیادی نداره، فقط برای بوی عرق و اینا رو از بین ببره. شستشوی سریع یا شستشوی 29 دقیقه رو داریم که توی 29 دقیقه لباس رو میشوره و کاملا خشک میکنه. درین برای تخلیه دستگاه استفاده میشه، هیچ کار دیگه انجام نمیده، یعنی شما روی درین بزنید استارت رو بزنید فقط آب ماشین تخلیه میشه، هیچ کار دیگه ای انجام نمیده. اسپین رو داریم، دور خوشکن هستش، یعنی لباسا رو شما تو دست شستین، فقط میخواین آبش گرفته بشه و خشک بشه، روی اسپین میذارین، استارت رو میزنید، دستگاه شروع به کار میکنه و لباسا رو خشک میکنه. و برنامه آخر راینس پلاس اسپین، یعنی آبکشی و دور خشکن. لباسا رو میندازین داخل، یک بار آبکشی میکنه و خشک میکنه. با تشکر.